به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامانی عریضه زن 48 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 22 ینور سال 2024 هنگام در خیابان رودکی پایتخت به автомашین تاکسی سوار شدن ایجایبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ افتیده است. بعدا راننده تاکسی از داخل автомашین تلفن مذکور را دریافت نموده به مبلغ 2900 سامانی فروخته است. هنگام گذراندن چهاربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامانی با عریضه مرد 38 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 14 ینور سال 2024 مرد 41 ساله ساکن شهر ایسار با راه پنهانی به انبارخانه‌اش در آمده از آنجا یک عدد اسباب کفشیرگری و دیگر تجهیزات ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 8000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همزمان در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا دو مرد 32 و 34 ساله ساکنان شهر اسفره همچون گمانبران در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. گمانبر شوندگان شب 18 به 19 ینور سال 2024 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 55 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از آنجا لباس‌های زنانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 6000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده با عریضه مرد 40 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که اولای ماه نوامبر سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از آنجا مال و اشیاء روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 10000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چهاربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 43 ساله ساکن همین شهر که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد.